سلام بچه ها، من مکس هستم. خوشحالم که با یک ویدیوی دیگه برگشتم و در خدمت شما هستم. یک ویدیوی جذاب برای کسایی که دنبال پیدا کردن پارتنر یا همسر تایلندی هستند. بچه ها، قبل از اینکه من توضیحات رو در مورد این وبسایت خدمت شما بگم، لطفاً من رو سابسکرایب بکنید، حمایت بکنید. واقعاً به سابسکرایب شما نیاز دارم که انگیزه این رو داشته باشم بتونم ویدیوهای بهتر و کاملتری رو براتون درست بکنم و کاربردی. من دنبال چیزایی هستم که واقعا کاربردی باشه برای شما، مثل حالا سایت هایی که قبلا معرفی کردم برای پیدا کردن پارتنر روسی یا حالا از کشورهای دیگه، و توی کانالم هست، میتونید ببینید. جاهایی رو من معرفی میکنم که از 0 تا 100 کاملا رایگان هستن، کاملا سیف هستن و شما نیازی نیست کوچکترین هزینه ای رو پرداخت بکنید و هر چه سریعتر، یعنی شما میتونید بچه‌ها توی یک روز هم پارتنرتون رو پیدا کنید. مثلا این وبسایت تایپ فرندی بچه‌ها حدود 1,500,000 تا کاربر داره که به محض اینکه روش ثبت نام کنید کلی پیام خودش براتون میاد. هیچ پروفایلی فیکی توی این وبسایت نیست و شما میتونید نامحدود پیام بدید. 0 تا 100 بچه‌ها رایگان هست این وبسایت. شما هیچ هزینه ای رو برای ثبت نام پرداخت نمی‌کنید. با یک اکانت گوگل به راحتی میتونید ثبت نام کنید یا با یک شماره تماس، و نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداره. وقتی که وارد سایت میشید بچه با همچین صفحه‌ای مواجه میشید که خانم‌های آنلاین رو نشون میده. شما هر کدوم خواستید یا میتونید لایک کنید یا میتونید وارد پروفایلشون بشید و پیام بدید. از تمام شهرهای تایلند هست، بانکوک، پاتایا، پوکت، ساموئی، هر جایی رو که بخواید اینجا حتی میتونید بچه‌ها فیلتر بکنید که حالا شهر خاصی مد نظرتونه یا سن خاصی مد نظرتونه. به راحتی میتونید فیلتر بکنید و مواردی رو که میخواین رو ببینید. به عنوان مثال من یکی از این صفحات رو باز میکنم. این خانم رو، خب ایشون فکر میکنم 30 ساله است، از بانکوک. اینجا نوشته چت. شما این نوار سبز رنگ رو که میبینید میتونید اینجا چتتون رو شروع بکنید، واردش بشید و چت رو شروع بکنید. همه مشخصات هم نوشته. این خانم نوشته که من حالا چه جور پارتنری میخوام یا لایف استایلم به چه صورت است. قد و وزنش رو هم نوشته، اینکه بچه داشته، ازدواج کرده یا نه، تحصیلاتش، همه چیز رو کامل نوشته. یعنی همه پروفایل ها کامل هست و شما میتونید به راحتی انتخابتون رو انجام بدید. خب بچه ها ببینید، تایپ فرندلی بچه ها اینجا که حالا توی سرچ میتونید ببینید بالای صفحه typefriendly.com. البته من توی کپشن هم آدرس سایت رو میذارم که به راحتی بتونید وارد بشید و ثبت نام بکنید. این وبسایت به در آقایونی میخوره که دوست دارن به تایلند سفر کنن، حالا دوست دارن قبلش پارتنرشون رو پیدا بکنن یا اینکه برن اونجا پیدا بکنن. شما خیلی سریع حتی توی چند ساعت میتونید پارتنرتون رو پیدا بکنید، پارتنری که البته خب به سلیقه‌های شما بخوره. ولی هیچ وقت بچه‌ها برای کسی پول ارسال نکنید. البته خب ما که نمیتونیم ارسال بکنیم با شرایطی که توی ایران داریم، ولی در هر صورت بچه‌ها هیچ وقت به صورت آنلاین برای کسی پول پرداخت نکنید. اگه کسی از شما تقاضای پول کرد، دخترای بسیار خوبی هستن اینجا، دنبال دخترای خوب باشید کلا. خب اینا توضیحاتی بودی گفتم خدمت شما من بگم بچه ها. من اگر که حالات اول صحبت هم گفتم، اگر که شما بخواید پارتنر روسی پیدا کنید توی کانال من برید، من وبسایتش رو گذاشتم، یا سایر کشورها اپلیکیشن ها و وبسایت هایی معرفی کردم که کاملا رایگان هستن و شما میتونید وارد بشید و به راحتی ثبت نام بکنید و پارتنرتون از هر کشوری که توی دنیا بخواید پیدا بکنید. گفتم برای کسایی که دوست دارن مهاجرت بکنن یا میخوان مسافرت برن یا اصلا میخوان یک همسر خارجی داشته باشن بیاد ایران، فرقی نداره. شما به هر شکلی میتونید حالا انتخاب خودتون رو داشته باشید و استفاده بکنید. اینا توضیحاتی بود که گفتم بچه‌ها من بگم. لطفاً من رو سابسکرایب بکنید، حمایت بکنید. من ویدیوی بعدی با این سورپرایز بسیار بزرگ برمیگردم، مطمئن باشید، طی 2-4 روز آینده. و اگرم از این ویدیو خوشتون اومد، اگر من رو لایک بکنید که واقعا ممنون میشم. شما یک سابسکرایب بکنید ولی برای من یک دنیا ارزش داره. ممنونم از شما. امیدوارم همیشه من رو حمایت بکنید. منم سعی میکنم بهترین ها رو برای شما تولید بکنم، چیزای کمیابی که واقعا پیدا کردنشون سخت و غیر ممکنه. به همتون به خدا میسپارم بچه ها. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.